سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم به علف‌های هرزی که از خاک گلدون گیاه حالا رشد میکنه و از بین بردن اونها با هم صحبت بکنیم. اگر توی خاک گلدون گیاهتون گاهن علف هرز رشد میکنه، بهترین کار این هستش که از علفکش استفاده نکنید و اونها رو به صورت دستی حذفشون بکنید. اگر این کار برای شما آزاردهنده هستش و حالا رشد شما علف‌های هرز خیلی زیاد هستش، اقدام دومی که میتونید انجام بدید این هستش که اون خاک گلدون گیاهتون رو تعویض بکنید، چون تعویض خاک میتونه اون علف‌های هرز رو دیگه از بین ببره و حالا گیاهتون هم یک خاک جدیدی داشته باشه. اما این رو با خدمتتون عرض بکنم که تعویض خاک هم بالاخره بعد یه مدتی ممکنه که حالا خاک گلدونتون که تعویض کردین ممکنه گیاهتون یه شوک کوچیکی رو تجربه بکنه. البته حالا گونه ها متفاوت هستن، ولی با این حال اون شوک خیلی زود گذر هستش و بیشتر از 1 الی 2 هفته زمان نمیبره. اگه تعویض خاک گیاهتون براتون سخته و نمیخواید که به صورت دستی اون علف‌های هرز رو حذف بکنید، راه حل سوم این هستش که خاک گلدون رو داخل یک ظرفی بریزید که ظرف آهنی و اون رو با یه شعله بسیار کم روی گاز قرار بدین. اون درجه حرارت روی گاز میتونه که اون علف‌های هرز داخل خاک رو از بین ببره، البته به صورت کامل. و در نهایت اگر این سه تا مورد هم مورد پسندتون نبود، مرحله آخر استفاده از علف‌کش‌ها هستش که من پیشنهاد میکنم که این کار رو به هیچ وجه انجام ندید، چون که اون علف‌کش‌ها میتونه به سیستم ریشه گیاهتون آسیب بزنه. این بود کلیاتی در ارتباط با حذف علف‌های هرز از گلدون گیاهان آپارتمانی. شما همراهانم اگر سوالی در این زمینه دارید میتونید از طریق دایرکت، کامنت و یا شماره واتساپ با ما در ارتباط باشید.